سلام و درود به دوستان عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو جدید در چنل من، چنل Easy Learn English. در این ویدیو قراره که با آموزش Family Friends 1 یونیت 8 پارت 1 بپردازیم. اما قبل از همه من میشم که این ویدیو رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو حتما تو قسمت کامنت ها برای من بنویسید و اگه تا الان چنل من رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید. بریم سراغ آموزش. Unit 8 Where's grandma? Where's grandma? مادر بزرگ کجاست؟ Listen. Number 1. Listen, point and repeat. گوش کن، نشانه گذاری کن و تکرار کن. Listening 82 که listening ها رو همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم تو چنل تلگرام آپلود کردم، میتونید برید اونجا و استفاده کنید. Number 2. Listen and chant. گوش کن و بخوان. تصویر شماره 1 kitchen یعنی آشپزخانه. کلمه دوم living room یعنی اتاق نشیمن یا اصطلاح خودمون پذیرایی. کلمه سوم dining room یعنی اتاق ناهارخوری. کلمه چهارم bedroom یعنی اتاق خواب. کلمه پنجم bathroom یعنی اتاق چجوری بگم، شستشو یا همون دستشویی یا حمام، هر دوتاش هست. bathroom. garden هم کلمه آخره که میشه باغ. پس شد kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom and garden. Number 3. Listen and read. گوش کن و بخوان. تصویر شماره 1. Look, I've got a certificate for good work at school. Look, نگاه کن. I've got a certificate معانی چند تا معانی داره، مثلا مدرک یا گواهینامه یا نمیدونم کارنامه یا تقدیرنامه. اینجا معنی تقدیرنامه میشه. گفته I've got a certificate for good work at school. من یک تقدیرنامه گرفتم برای انگاری کار خوبم توی مدرسه. منظورش اینه که مثلا من نمره هم خوب شده، تقدیرنامه گرفتم و خوشحال داره میاد سمت مادرش. Well done Rosie and go and show your family. آفرین روزی. well done یعنی همون آفرین میشه. Go and show your family. برو و نشون بده به خانواده‌ات. Number 2. تصویر شماره 2. Where's grandma? مادر بزرگ کجاست؟ Where's grandma? Where همون WH question هاییه، یکی از اون WH question هاست که تو یونیت های قبلی هم به کرات دیدیمش. Is she in the kitchen? آیا اون توی آشپزخونه است؟ میرن نگاه میکنن و مادرش میگه No, she isn't. نه، او اینجا نیست. Number 3. تصویر شماره 3. Are Dad and Billy in the living room? نکنید اینجا دقت کنید، برای فعل توبی که میخواد سوالش کنه نمیگه is Dad and Billy. اوکی؟ چون دو نفرن Dad and Billy، میگه are. Are Dad and Billy in the living room? آیا بابا و بیلی داخل اتاق نشیمنن یا داخل پذیرایی هن؟ میبینن و دوباره مادرش میگه no, they aren't. They. Number 4. Surprise. خب surprise هم که دیگه میشه surprise. Well done Rosie. آفرین روزی. و روزی میگه thank you. میریم صفحه بعدی، صفحه 59. Let's learn. grammar unit 8. Where is grandma? Where که توی let's learn یا همون grammar های یونیت های قبلی هم دیدیم. Where یک WH question به معنی کجاست، کجا هست. Where is. Where's مخفف where is هستش. توی یونیت های قبلی هم دیدیم. Where's grandma؟ مادر بزرگ کجاست؟ در جواب چی میاد؟ Where. در جواب where.
Where's grandma? grandma subject pronounش چیه؟ یعنی ضمیر فاعلش چی میتونه باشه؟ she. پس در جواب میگیم she is. حالا کجا هست؟ میگه کجاست دیگه. ما باید بگیم she's. حالا هر جایی که هست. اینجا گفته she's in the dining room. اون در اتاق ناهارخوریه. she's or she is. حالا بخوایم همین رو سوالیش کنیم، مثلا میگیم که اینجا میگه کجاست مادر بزرگ، اینجا میخوایم بگیم مثلا آیا مادر بزرگ توی آشپزخونه است؟ میگه is she in the kitchen. وقتی میخوایم بگیم مادر بزرگ توی آشپزخونه است میگیم she is in the kitchen. she is in the kitchen میشه مادر بزرگ توی آشپزخونه است. ما خبر دادیم به یه نفر. ولی وقتی میخوایم بگیم آیا مادر بزرگ توی آشپزخونه هست یا نه، is she میاد. جای فعل و فاعل با هم عوض میشه. جای فعل to be جای verb و subject که افعال to be اینجا دیگه is میشه یه فعل to be. جای فعل to be اصلاحی میکنم، جای فعل to be با فاعل عوض میشه. is she in the kitchen سوالی شد. در جواب حالا اگر باشه میگیم که yes she is. اگر نباشه میگیم no she isn't or no she's not. حالا اینجا گفتیم where is grandma. grandma subject pronounش چیه؟ she. برای she چه فعل to be لحاظ میشه؟ is. حالا dad and billy چند نفرن؟ 2 نفر. بیشتر از 1 نفر شدن دیگه. پس they میاد براشون. they میشه subject pronounشون. subject pronoun برای subject pronoun they چه فعل to be لحاظ میشه؟ are. they are. پس اینجا where are میاد. where are dad and billy. where are dad and billy کجان بابا و بیلی؟ در جواب میگیم they are or their مخفف they are هستش. they're in the dining room too. اونها توی اتاق ناهارخوری هن همچنین. حالا بخوایم اینم سوالی کنیم دیگه همونطوریه دیگه. میگیم مثلا آیا اونها توی نمیدونم، حالا اینجا گفته living room، ما میخوایم بگیم مثلا آیا اونها توی اتاق خواب هستن؟ are they in the bedroom. حالا اگه باشن میگیم yes they are or yes they're. اگه نباشن میگیم no they aren't or no they are not. پس این از گرامر یونیت 8. they're همون مخفف they are هستش. number 3 write is are. اینجا بعد ببینیم که is بذاریم فعل to be is بذاریم یا فعل to be are کدومش مناسبه. اولش خودش گفته is Billy in the bedroom. yes he is. چرا is آورده؟ بیلی اولا که 1 نفره بیلی، نگفته بیلی and نمیدونم his mom، بیلی and his dad یا بیلی and Rosie. نه، بیلی خالی گفته. پس بیلی 1 نفره و بیلی 3م شخصه. پس چه subject pronounی براش مناسبه؟ he فعل to be که برای he لازم میشه is هستش. پس میشه is Billy in the bedroom. is Billy in the bedroom. آیا بیلی در بدرومه یا در اتاق خوابه؟ yes he is. اگه نبود میگفتیم no he isn't. بقیه‌اش شما حل کنید دیگه. mom and dad این تنها کمکی که میتونم براتون بکنم. mom and dad تنها کمکی که دوست دارم براتون بکنم. mom and dad میشه 2 نفر. پس میشن subject pronounشون چی میشه؟ they. اینا رو خودتون حل کنید. جوابشو تو کانال تلگرام براتون میذارم. number 4 look at the picture again. look at the pictures again. point, ask and answer. میگه به این تصاویر بالا دوباره نگاه کنید، نشانه گذاری کنید و سوال بپرسید و جواب بدید. answer. where are Rose's aunt and uncle. where یعنی کجاست. where are Rose's اسم مالکیت. Rose's aunt and uncle. aunt and uncle روزی کجان؟ یعنی خواستم به ساده ترین بیان ممکن بهتون میگم. حالا مثلا ما فرض کنیم اینجا aunt میشه خاله، اینجا میشه عمو، uncle میشه عمو. میگه خاله و عموی روزی کجان؟ حالا دیگه به تصویر نگاه میکنیم ببینیم کجاست. They are in the dining room. اونها در dining room هن یا اتاق ناهارخوری. تصویر شماره بعدی
Number 1 listen, point and repeat. گوش کن، نشانه گذاری کن و تکرار کن. 5 تا کلمه دیگه. اولیش upstairs. upstairs میشه طبقه بالا یا بالاخانه. طبقه بالا خیلی چی بگم عامیانه تره. Number 2 downstairs. downstairs یعنی طبقه پایین. house. house یعنی خانه. house یک سینونیم دیگه هم داره که خیلی رایجه و شاید بدونید home هستش. home هم میشه خونه. ولی فرقی که home و house داره، یعنی دیفرنتشون یا همون تفاوتشون، اینه که معمولا به خونه هایی که حیاط بزرگتری دارن و کلن حالا حیاط دارن و معمولا خونه وسط حیاطه بهشون میگن هاوس، یا خونه بزرگتره میگن هاوس. ولی خونه هایی که حیاط ندارن یا حیاطش خیلی کوچیکه به اونا میگن هوم. بیشتر نمیگیم، همیشه بیشتر. پس فرق هوم و هاوس رو خواستم که همینه، یعنی در همین حده. کلمه بعدی فلت هستش. فلت معانی زیاد داره که شاید دورترین معنی میشد که این کتاب الان از ما خواسته، یعنی با تصویرم بخواد مرتبط بشه، آپارتمان. فلت اینجا چیزی که خواسته، یعنی منظوری که از فلت داشته آپارتمانه که سینونیمش میشه همون اپارتمنت هم میشه آپارتمان، فلت هم میشه آپارتمان. ولی اپارتمنت خیلی بیشتر استفاده میشه و فلت معانی دیگهش مثلا میتونه بگیم دشت، صحرا. میدونی که خیلی با آپارتمان متفاوته. یا مثلا یک جای صاف یا یه جایی که تنوع توش کمه، مثل صحرا. خود صحرا نمیشه فلت ها، مثل یک جایی که مثل صحرای خشک نه، یعنی یک جایی که صافه، هیچی نداره، تنوع کمه، اون میشه فلت. یه جای صاف، دشت، اینا میشه فلت. ولی یکی از معانیش هم آپارتمانه که اینجا خیلی دوره. یعنی فلت، وقتی یکی میگه فلت، اول ذهنش به اون معانی اولی میره، دشت و صحرا. بعدش مثلا اگه بخوایم متوجه بشین که منظورش آپارتمان بوده، چون عامیانه‌تش اپارتمنت اگه کسی بخواد بگه آپارتمان. بریم کلمه بعدی فرانت دور. فرانت دور هم میشه درب جلویی. خیلی استفاده نمیشه زیاد، ولی خب دیگه کتاب آورده. فرانت دور، درب جلویی. Number 2 listen and sing and do. اینجا خب یه لیسنینگ داره که گوش میدید و اگر که توی کلاس حضوری بودی باید حفظش میکردید، ولی خب اینجا دیگه توی آنلاین و یوتیوب راحتید از این لحاظ. Come into my house. بیا داخل خونه من. What can you see? چی میبینی؟ چه چیزهایی میبینی؟ چه چیزی میبینی تو؟ Upstairs and downstairs. طبقه بالا و طبقه پایین. Come follow me. بیا دنبالم کن. Go through the door. Go upstairs. برو از طریق در. Through میشه از طریق. برو از طریق در، حالا میگیم که برو از در. Go upstairs. برو بالا. What's in my bedroom? چه چیزهایی در اتاق خواب منه؟ 4 teddy bears. 4 تا عروسک خرس. Go through the door. Go downstairs. برو از طریق در پایین یا برو پایین. What's in the dining room? چه چیزایی در اتاق ناهارخوریه؟ Table and chairs. صندلی و میز یا میز و صندلی. Come into my house. بیا به خونه من. بیا داخل خونه من. خب دوستان، این درس هم به پایان رسید. این یونیت پارت 1ش به پایان رسید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر که خواستید لیسنینگ ها رو دانلود کنید، لینکش رو تو لینک کانال تلگرام رو زیر همین پست گذاشتم. میتونید که برید اونجا جوین شید و خب لیسنینگ ها رو دانلود کنید. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، ممنونم که این ویدیو رو لایک کنید. نظرات، سوالاتتون رو حتما تو قسمت کامنت ها واسه من بنویسید و اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، ممنونم که این کارو انجام بدید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.